یه الگوی بسیار جذاب و پرکاربرد رو میخوایم امروز بررسی بکنیم توی میزان‌نمای 5/8 و در ادامه همون بحث ریتم‌های لنگی که داشتیم و انواع اقسام جمله بندی ها و انگشت گذاری‌هایی که براش به وجود میاد و امروز با هم دیگه مرور میکنیم. بریم بهت بگم. من رضام، خواننده، آهنگساز و مدرس تار و ستار. اینجا کانال یوتیوب منه و این جلسه 20م از مجموعه اصول بداهه نوازیه. امیدوارم که قسمت‌های قبل رو کار کرده باشی، جلسات قبل رو حتما کار کرده باشی، چون که از ریتم‌های ساده گذر کردیم به ریتم‌های ترکیبی رسیدیم و توی جلسه 19 که دقیقاً قسمت قبل این مجموعه بود اومدیم با ریتم‌های لنگ آشنا شدیم با میزان‌نمای 5/8 و گفتیم که ریتم لنگ چی هست و چی نیست و از کجا اومده و چرا باید اینجوری باشه و چرا نباید اینجوری باشه. هر چیزی که در رابطه با ریتم لنگ بود رو بررسی کردیم و یه کلیاتی ازش گفتیم و قرار شد توش بداهه نوازی داشته باشیم به صورت خیلی ساده. حالا میخوام همین بحث رو یه ذره ادامه بدم و یه مقدار گسترشش بدم با همون میزان نمای 5/8 که داشتیم تو جلسه قبل. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 که مفصل بررسیش کردیم. حالا میخوایم ببینیم اگر این ضرب اولش که دوتاییه، دوتا چنگه، تبدیل بشه به 4 تا دولا چنگ، بشه 1 و او 1 2 3، خب بشه 4 تا دولاچنگ. اون ستایی بخش دوم، اون ضرب دوم، اون 3 تا چنگ سر جای خودش باقی میمونه. این الگوی ریتمی که داریم که مثلا توی ستار میشه، میتونی بزنید راست چپ راست چپ راست چپ چپ یا راست چپ راست چپ راست راست چپ، مثلا دوتا راست تو به واخونه اینجا بزنیم. توی تارم همین میتونی بزنی راست چپ راست چپ راست بام بام راست چپ راست چپ راست بام بام. اصلا چیز خاصی نداره واقعا در رابطه با مضرب زدنش، همین که اون 4 تا دولاچنگای اول فقط بدونی که راست چپ بزنی دیگه، همینه واقعا. دیگه در رابطه با اینکه با تار داری این ویدیو رو میبینی یا با ستار داری این ویدیو رو میبینی هیچ فرقی نمیکنه، چون کل موضوعی که میخوام امروز توی این جلسه بگم موضوعی که در رابطه با انگشت گذاری و جمله بندی هایی هستش که با دست چپمون داره کار میکنه و هیچ ربطی به این نداره که ساز چیه. میدونی که اصلا نیازی نیست الان تو سازتو حتی با من کوک بکنی. اگه جلسات قبل رو دیده باشی و سیستم رو بدونی چجوریه، میخوام یه مطلبی رو بهت بگم و اون مطلب رو بگیری برای خودت، بری تهش رو در بیاری. خب حالا ولی در هر صورت بهت میگم که الان مثلا ستار من دو سول دو کوک شده، دومم فکر کنم لا کوک کردم، اینه لاه اگه اشتباه نکنم، یعنی 3 پرده پایین تر از دو دیاپازونه. اگه خواستی با من بزنی، دوست داشتی این کار بکنی، میتونی سازتو با من کوک بکنی، ولی بیشتر از این موضوع حواست به اصل مطلبی باشه که میخوام بهت بگم. اون حرف کلیشه‌ای ماهیگیری بهت میخوام یاد بدم و از این داستان هست. خب قبل از هر چیزی ریتمو داشته باش که 4 تا دولاچنگ، 3 تا چنگ تو ریتم 5/8، 1 2 1 2 3 ما میخواد تبدیل بشه به دا 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 دام دام دام، 1 و او 1 2 3. حتی بهت پیشنهاد میکنم که این 1 و او اینجوری هم حتی نشماری. خب آقا ریتم رو بگیر، دا 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 دام 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 دا 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 دام دام دام. شمارش ها رو بذار کنار، مخصوصا زمانی که داری بداهه فکر میکنی، داری به بداهه نوازی فکر میکنی، شمارش و 1 و 2 و 3 و این داستان ها رو به نظر من بذار کنار. پس ریتمی که داری اینه دا 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 دام. خب حالا این به ما امکان میده که توی این 5/8 که داشتیم میزدیم ساکن بود. وقتی که تو 2 تا دونه نوت داشته باشی برای ملودی سازی،
جلسه قبل کار کردیم. نمیشد خیلی باش حرکت کرد روی دسته و ملودی ساخت، ولی حالا وقتی که داری دا 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 دام 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 را دا 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 دام دام دام، با این 4 تا دلارچنگی میتونی یهو بپری از یه پوزیشن به یه پوزیشن دیگه و ملودیاتی خورده پرتر باشه، یا خورده ملودی ها پیچش بیشتری داشته باشه و از اون ساکن بودن و کم تحرک بودن در بیاد و یه خورده گردش بهتر و بیشتری داشته باشه. از ریسک کردن نترس، هر جا که دلت خواست حرکت کن، بذار این راهی که داری میری، خود راه توی بداهه نوازی خودشو بهت نشون بده. خیلی خودتو بسته به چیز خاصی نکن. من برای اینکه بخوام یه موضوعی رو به تو بگم و این مفهوم از من به تو انتقال پیدا بکنه، مجبورم از یه سری قواعد استفاده بکنم. مثلا بیام بگم در قالب این الگو و در قالب این 10 مدل انگشت‌گذاری که حالا میخوام جلوتر بهت بگم، میتونی گردش ملودی و ملودی سازی داشته باشی. ولی خیلی بیشتر از این 10 مدل حتی انگشت‌گذاری تو میتونی تجربه بکنی. از این تجربه ها اصلا نباید بترسی. باید با حفظ ریتم، حفظ اون تمپو، حفظ اون بیت بری تجربه کنی، بری تو دلش، بری کشفش کنی، بری ببینی که الان تو این ریتم چی کار میتونم بکنم. اگه از این پوزیشن بپرم به این پوزیشن، از اینجا بپرم به اینجا حتی، یا به اینجا، اگه از این بپرم به این ور، چی میشه، چه اتفاقی میفته. و این الگوهایی که الان میخوام امروز اینا اولا بحث دارم میگم که تکلیفتو با خودت بدونی. این الگوهای انگشت گذاری چیزایی که فقط به صورت یه اطلاعاتی تو ذهنت میشینن و تو توی تمرینای خودت تکرارشون میکنی تا توشون به خودآگاهی برسی و برات یه چیز خیلی طبیعی و عادی بشه. هی باشون اتود میزنی، هی طرح میزنی، هی مشق میکنی، هی تکرار میکنی، ولی اون روزی که برسه و موقع بداهه نوازی برسه جلوی یه جمعیت، نه اصلا 1 نفر آدم که میخواد تو رو بشنوه و تو قراره در لحظه اونجا برایش چیزی خلق بکنی و بزنی، یه جوری در میاد تو دستت و خودت میبینی که داری میزنی بدون اینکه حتی فکر بکنی که الان اول انگشت دومتو گذاشتی، بعد انگشت اولتو گذاشتی، یا بعد انگشت سومتو گذاشتی، بدون اینکه به این موضوع فکر بکنی داری میزنی خودت. فقط به شرطی که رو این قاعده اول راه بری، خطو بگیری، خطو بشناسی و از لاین های خارج نشی تا عادت بکنی روی اون لاین رفتن و بعد خودت دیگه مسیر رو بگیری و ادامه بدی. بریم روی قاعده ببینیم قاعده چیه. یه خورده اول روش کار بکنیم. ریتمی که داری توی برای این مدل انگشت گذاری که میخوام بگم همینه که مجرابش هم که توضیح دادم اولش. حالا اولین حالت انگشت گذاری که داریم اینه که بزنید 2 3 2 1 2، یعنی یه 2 3 2 1 برای اون 4 تا دلارچنگ و در نهایت روی انگشت دوم بشینید که این تعیین کننده خاتمه اون الگوه. میگیم این عبارتی که گفتم، این حرفی که زدم روی این نوت تموم بشه. حالا یه پوزیشن هم عوض شد. در واقع چون از انگشت دوم شروع شده و به انگشت دوم تمام شده، هر نوتی که انتخاب بکنی و شروع بکنی بدون همونی که میخوای روش تمام کنی و همون صدا قراره بمونه. بعدش 2 تا واخون میخواد بیاد و اون صدا میمونه. 4 تا دیگه نوت زدم ولی صدای سیه که شنیده داره میشه، چون که رو سی شروع شده رو سی تمام شده. یا رو لا. بیا یه ذره الان روی همین بداهه نوازی کن. میگم شاید اصلا کوک سازت با من یکی نباشه. بزن 2 3 2 1 2 بم بم 2 3 2 1 2 بم بم. شماره انگشت تو دارم میگم و میتونی اصلا فیلم اونجا پاس کنی، یه ذره بازی کن.
برای بستن یه جمله هم خیلی راحته، چون مثلا تو میدونی تونیک نوت ایستت مثلا روی سوله، میخوای رو سول تمام کنی، از خود سول شروع کن، از خود سول شروع کن، برای سول تمامش کن و جمله تمام میشه. خیلی جالبه. بازی با پوزیسیون ها برای جمله بندی، مثلا میگه که ر نوتی که میتونی ازش شروع کنی برایش تمام کنی، یعنی کلا این الگو روش بزنی، برایش دو، برایش سی، برایش لا. ببین نوتا رو تنها هم که میزنم اونجا داره یه حرف میزنه، داره میگم ر دو سی لا، بعد بشه دو سی لا سول. این الان خودش یه جمله است، یه جمله خیلی ساده. مثلا این نقاشا رو دیدی که میخوان یه نقاشی بکشن، اول با مداد اون اتود اولیه رو میزنن. خب تو هم همین دیگه داریم اتود طرح اولیه رو میزنیم، میگیم میخوام از ر بیام به دو، بعد از دو برم به سی، از سی برم به لا، یه 4 تا اینجا میبندم، بعدش دو سی لا سول و جمله‌مو تمام میکنم. بعد میام هر کدوم از اون تا این الگوها رو سوار میکنیم. دم دستی ترین حالت جمله بندی و جمله سازی بود تو جلسات قبل تر، یادم نمیاد چه جلساتی، راجع به این فرم ها و این جمله بندی ها خیلی صحبت کردیم که چطور میتونی از ترکیب دو تا عبارت جمله بسازی. راجع به فرم کلا صحبت کردیم، نمیدونم تو کدوم جلسه بود. حالا میتونی گسترش بدی این کار رو، مثلا میگی ر سی دو لا سی سول، اول این رو ر، بعد رو سی، بعد رو دو، رو لا، رو سی، رو سول. اینجوری میشه دیگه. گذر کنیم دوباره هم یه فیگوری داریم که از انگشت دو شروع بشه و به انگشت دو ختم بشه، خیلی 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 شبیه همین با یه تغییر جزئی. قبلی چجوری بود؟ دو سه دو یک دو. درسته؟ حالا میخوایم بگیم دو یک دو سه دو. ببین همین تغییر خیلی کوچیک، از دو شروع کردی به دو هم تمام کردی، فقط اون وسط به جای اینکه دو سه بزنی دو یک زدی و یه تغییر خیلی کوچیک بهش دادی، این داره ملودی تو عوض میکنه، یعنی اون حالت رو داره عوض میکنه. و توجه به جزئیات تو بداهه نوازی خیلی میتونه برات تعیین کننده باشه. یهو مثلا اینجا توی این پوزیشن میزنی دو سه دو یک دو، میخوای بری یه پوزیشن عقب‌تر، به جای اینکه دوباره بزنی دو سه دو یک دو، بهش تنوع میدی، میگی دو یک دو سه دو. از این حالت دومی استفاده میکنیم توی یه پوزیشن قبلش. اصلا یه ملودی جدیدی شد دوباره، یعنی به جای اینکه کلیشه‌ای بزنی دو تا رو تکرار بکنی، دو تا حالت انگشت بزنی تکرار بکنی تو دو تا پوزیشن، و از ترکیب این دو تا کنار هم دیگه دوباره یه الگوی جدید دوباره درست شد. اساساً می‌بینی اینه بداهه نوازی جذابه، اینش که خیلی گستردش میکنه و هی این شاخ و برگا رو میزنیم کنار، هی میبینی این جنگله ته نداره و هی هنوز راه داره که بری داخل. اینش جذابه.
ایناست که میگم خودت باید تو تمرینات خودت کشفشون بکنی. ببینی اگه اینو با اون یکی ترکیب بکنم، بعد اون یکی رو با اون یکی ترکیب بکنم چی به دست میاد، و اون دوتا رو با اون دوتا ترکیب بکنم دوباره چی دست میاد. اینا رو میخوام بری تو تمریناتت انجام بدی که من هی دارم بهت کد میدم، دارم بهت ایده میدم که چطور باید مواجه بشی با این حالتهای انگشت گذاری. یه حالت انگشت گذاری دیگه داریم که از 3 شروع میشه و به 3 تموم میشه. از انگشت 3 شروع میشه و به انگشت 3 تموم میشه. یعنی چجوری؟ 3 2 1 2 3 بم بم. سی لا سول لا سی بم بم. خب انگشت گذاری که از خودش شروع میشه و خودش تمام میشه در نهایت این همون حالت اولیم هنوز، یعنی اون نوتی که میخوای روش تموم بشه اون عبارت همون نوتی که ازش شروع میکنی، فقط مدل ملودی که اطراف اون نوته داره ساخته میشه متفاوت میشه. وقتی از انگشت 3 شروع میکنی و دوباره به انگشت 3 تمام میکنی، یعنی دیگه نوت بالاتری از این نداری. مثلا اگه از سی شروع میکنم با انگشت 3 و میخوام به سی تمام کنم با انگشت 3، میدونم که دیگه از سی بالاتر یعنی به 2 یا ره نه دیگه ندارم. از سی هرچی هست به پایین دارم، لا و سولو دارم. این خودش یه حالت جذابه که چه میدونم مثلا اگه بیا ترکیب بشه با یه دونه از اون حالتهای قبلی که اینجوری بشه، مثلا دوباره هی از تو دلش الگوی جدید در میاد. درسته؟ پس روی اینم کار بکن، یادداشتش کن به نظرم و برو باش خلوت کن. یه الگوی دیگه داریم که از انگشت 1 شروع میشه و به انگشت 1 ختم میشه، دوباره از همین مدل هاست. ولی وقتی که با انگشت 1 حالا میخوای استارت بزنی، میدونی که از این نوت پایین‌تر دیگه نداری و هرچی داری 2 تا بالاتره، یعنی با انگشت دوم سوم قرار بگیریشون. مثلا 1 2 3 2 1. از سول میدونم که بعدش لا و سی رو دارم، پایین‌تر از 1 دیگه انگشت ندارم. خب اون حالتی که از 3 شروع میشد و به 3 تمام میشد، پس نوت بالاتر از خودش رو نداشت، نوت‌های پایین‌تر از خودش رو فقط داشت. این حالتی که از 1 شروع میشد و به 1 تمام میشد، نوت‌های پایین‌تر از خودش رو نداشت و 2 تا نوت فقط بالاتر از خودش داشت. یعنی دقیقاً معکوس همن. حالا اگه این 2 تا معکوسا بیان با هم دیگه ترکیب شن چی میشه؟ اگه با هم ترکیب شن توی یه پوزیشن اگه باشن هیچ اتفاقی نمیفته. تو اون پوزیشن دارین درجا میزنین. یعنی سول لا کرون سی بمول، سول لا سی لا سول. حالا اگه از 3 شروع کنم داریم تو اون پوزیشن میچرخیم، از 3 ای که 2 تا نوت پایین‌تر از خودش رو داره و از انگشت 1 که 2 تا نوت بالاتر از خودش رو داره، داریم همینجا درجا میزنیم. میتونه جذاب باشه، میتونیم باش ملودی بسازیم. ببین حالا میتونیم پوزیشناشون از هم دیگه جدا کنیم، حتما توی یه پوزیشن نباشن که تو هم دیگه بچرخن. چه میدونم مثلا بگیم که از هم دیگه فاصله شون بدیم. حالا که این انقدر داره به اون ور گرایش داره و اون داره انقدر به این ور گرایش داره، یه جوری این پوزیشن رو از هم فاصله بدیم که یه محدوده بزرگی رو بتونیم مثلا 5 6 تا نوت رو بتونیم در بر داشته باشیم. الان از سول دارم، لا دارم، سی دارم و سی دارم، دو و ره، مثلا همه اینا رو دارم، یا حتی یه سول لا سی، یه دو ره می. این محدوده 6 نوته رو میتونم باش ملودی بسازم. یعنی خیلی جای کار داره. خب وارد الگوهایی میشیم که حالا میخوایم یه خورده یه سطح بریم بالاتر، یه خورده حرفه‌ای‌تر. انگشت گذاری ها طوری بشه که توش از تکیه یا اشاره یا استکاتو یا هر چیزی که میخوای اسمشو بذاری هم استفاده بکنیم. یعنی
انگشت گذاری هایی که مثلا 3 2 2 1 2 باشه، این 2 2 وقتی که داره میگه سی لا لا سول لا، باید دو تا لایی که تکرار میشه وسطش تکیه بخوره. از یه سطحی بالاتر که میری حتما دیگه این تو دستت میفته، بعد از اینکه تکیه زدن هم یاد میگیری و اتوماتیک دیگه انجامش میدی. و این مدل انگشت گذاری ها و این الگوها خیلی زیاد پرکار بردن و خیلی هم جذابن. خب ببین فرق یا با این که در واقع دارم یه بار آروم میزنم برات ببین دارم این کار میکنم. مجرات همچنان راست چپ راست بم بم. از انگشت سوم شروع میشه و به انگشت دوم ختم میشه این الگو. باید حواست به اون نوت خاتمه باشه، حواست به اون نوتی باشه که قرارش تموم بشه، چون جمله بعد از اون نوت دو تا بم بم واخون داری و اون نوت آخری که شنیده میشه. این هم روش ذره کار بکن. یه الگو دیگه داری که خیلی شبیه به اینه ولی با انگشت یک شروع میشه، 1 2 2 1 2. قبلیه بود، حالا میشه شبیه همه نه؟ ترکیب اینو با هم دیگه چجوری میشه؟ به هر شکلی که دوست داری اینا رو میتونی با هم دیگه ترکیب بکنی و لذت ببری. خب حالا یه الگو انگشت گذاری که توش هم تکیه داره و هم حرکت. دارم میگم دور دور سی لا سی، دو دو دارم تکیه میدم با انگشت دومم، دو تا انگشت دو دارم و دو تا یک به سمت پایین دارم، پایین رونده دارم. دو دو یک یک، دو دو یک یک، دو دو یک یک دو، دو دو یک یک دو. این مدل الگوییه که میبینیش حسین علیزاده میزنه، لطفی میزنه، هر کس میزنه. اصلا اینجوری نیستش که بگید مربوط به سطح خاصیه، یعنی همه اینایی که دارم میگم همین حرفه‌ای ترین موزیسین هم دارن از اینا همین الان تو بداهه نوازیشون استفاده میکنن، پس دست کم نگیرشون. این خورده دستمون داره تو ملودی ساختن بازتر میکنه چون حرکت داره. اونایی که حرکت داره رو حواست بهشون باشه. خب پس شد دو دو یک یک دو و تکیه بزنیم به اون دو تا دو، انگشت دو. اوکی. این همینو داریم، دو دو یک یک داریم ولی این دفعه یک یکمون پایین رونده نیست، بالا رونده است. دو دو یک یک دو که اینجوری بود، حالا میخواد بشه بالا رونده است، حرکت میکنه به سمت جلو. متوجه شدی؟ ترکیب دو تا با هم چه شکلی میشه؟ اصلا یه اتود خودش.
آهنگسازی میخوره اصلا تسلطت به این الگوها، باشون ملودی میسازی، اصلا مینویسی، اصلا قرار نیست بداه نوازی هم بکنی. تو وقتی که اینا رو یاد بگیری باشون مینویسی. حالا داریم 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 یعنی چی؟ یعنی 2 تا نوت رو انگشت 2 تا نوت رو انگشت 1 و حالا یه حرکت میکنیم با انگشت 1مون به عقب و برای 2 2 و 1 1 تکیه میزنیم. یه نکته در رابطه با حالا تکنیک نوازندگی بگم. توی همچین موقعیتایی تو تار هم همینه، تو ستار هم همینه، تو کمانچه هم فکر کنم همینه حتی و اود و بقیه صدا. قرار نیست 2 2 به انگشت از انگشت 2 که داری تکیه میزنی با انگشت سومت به نوت بالایی، انگشت 1 که توی اینجور مواقع تکرار میشه به نوت بالاییش باشه، انگشت 1 هم میتونه با همون انگشت 3 به همون نوته باشه. یعنی مثلا اینجا دارم میگم سید سید لاد لاد، هم سی به 2 هم لا به 2 تکیه بخوره و یه نوت بره عقب. یا میتونی اصلا استکاتوش بکنی، خفاش بکنی. فقط تکیه زدن و استکاتو زدن تو همینه. حالا وارد بحث تکنیک نوازندگی شدیم، اشکال نداره، جزوی از ماجرا دیگه. ببین زمانی که بکوبونی روی اون و صدای اون بیاد داری تکیه میزنی یا اشاره میکنی. زمانی که فقط ارتعاش سیمو میگیری استکاتو بهش میگن یا خفه کردن. ببین دارم همش از همه الگو استفاده میکنم. 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1. مرسی. 2 2 1 1 2 که هیچی در جای. هم میتونی این الگو رو با همون استکاتو که گفتم بزنی، هم با تکیه، هر دو حالتش رو استفاده بکنی، هیچ فرقی نمیکنه. ترکیب این که با 2 بشینی یا با 1 بری عقب رو با هم دیگه دارم میزنم. این هم از این حالت و فکر کنم تمام شد تقریبا. تا جایی که به ذهنم رسیده بود من نوشتم. حالا 100% الگوهای خیلی خیلی بیشتری هست و حالتهای انگشت‌گذاری متفاوتی هست. یه سری چیزا دیگه ننوشتم، مثلا اینکه میتونی با این 4 تا حرکت بکنی. میتونی حرکت داشته باشی با این 4 تا دولا چنگه و اون نوت آخر چنگ اولیه که 5 تا نوت میشه مجموعاً. مثلا میگی ر دو سی لا سول، از ر بیا حرکت کنی به سول، یا فا سول لا سی دو، از فا بری به دو. اینا دیگه خیلی اضافه نکردم که زیاد نشه و پیچیده نشه برات و خسته کننده نشه. دوست دارم که خودت بری بیشتر کشف بکنی و باش قشنگ عشق بازی بکنی و تجربه کنی. هر سوالی که داشتی میتونی تو کامنت ازم بپرسی. مرسی که حمایت میکنین، ممنونم که لایک میکنین. مراقب خودت باش. تا جلسه بعدی، فعلا خدا نگهدار.